خب سلام بچه‌ها، اومدیم برای جلوگیری از داغ شدن گوشی‌ها، مخصوصا گوشی آیفون که بعد از یه ربع گیم زدن نور صفحه کم میشه. تنها راه ممکنش که دیگه هیچ وقت این اتفاق نیفته خرید یه فن خنک کننده است. واسه من مدل رادیاتوری مگنتی گوشی و تبلت مدل S6 هستش و جوری خنک میکنه که هیچ وقت دیگه گوشی دچار لگ، افت فریم و جوری از این مشکلات نمیشه. این از آهن رباییه، نگاه کنید پشت گوشی وصل میشه، قشنگ اون مگ سیوش وصل میشه و جوری خنک میکنه گوشی رو که نمیذاره تراشه‌ای که داخلش هست داغ کنه که باعث بشه که کل گوشی رو داغ کنه، دچار لگ و افت فریم بشه. خب این چجوری کار میکنه؟ این یه تراشه داخلش هست، خیلی خنک میکنه تراشه، یه طرفش رو خیلی خنک میکنه، یه طرفش خیلی داغ میشه. خب این فنی که داخلش گذاشتن باعث میشه که این آلیاژ مسی خنک بکنه و برسونه به اون تراشه. اون تراشه که داغ میشه، داغی خودشو به این مسا میرسونه و این فنی که کار میکنه این مسو خنک میکنه، یعنی اصلا ربط به باد زدن و چیزی که بخواد به گوشی برسونه نداره. واسه خنک کردنش داره از تراشه استفاده میکنه و ربطی به فن و باد و این جریانات نداره. حالا بهتون بگم یه لایه نازکی هم زیرش هست واسه اون گوشیه که مگ سیو نداره که بخواد پشتش آهن ربایی بچسبه، خیلی نازکه. نگاه کنید این خودش، الان من اونو برداشتم که خیلی هم خنک‌تر بکنم، اونو خونه گذاشتم، خیلی نازکه، میچسبه پشت روی قابتون یا پشت قابتون میتونید بذارید و این قشنگ میچسبه روی اون که مثل آهن ربایی میشه. خیلی هم نازکه، قشنگ اندازه یه ورق کاغذ، خیلی نازکه و باعث میشه که دیگه لگ و نمیدونم این داستانا رو کلن بذاره کنار. حالا شما هم به نظر من، الان من این چند ساله دارم استفاده میکنم، واقعا راضیم. اگه این نبود اصلا نمیشد گیم زد. اینو گذاشتم واسه اونایی که آیفون دارن، اون گوشیه که داغ میکنه. لایک یادتون نره اگه به دردتون